So, Herr Aziz, jetzt sagen Sie mir, warum möchten Sie genau diese Stelle? An dieser Position interessiert mich besonders die Beratung und Betreuung von Kunden. In meiner bisherigen Tätigkeit habe ich bereits viele Erfahrungen im direkten Kundenkontakt gesammelt. Genau diese Erfahrungen möchte ich in der neuen position einbringen und weiterentwickeln. در پاسخ از این سوال بسیار محتاط باشید. چرا کارفرما همچون سوال میپرسه؟ کارفرما میخواد اطمینان حاصل کنه که آیا تو محتویات از این وظیفه را فهمیدی یا خیر و آیا وظایف مکلفیتایی که در چارچوب از این کار است با شخصیت تو سر میخوره یا نه. اگر در اینجا یک جواب عادی بدی و بگویی که die Stelle klingt interessant und ich möchte mich weiterentwickeln، این بسیار عام است. گزینه بهترش است که از لابلای اعلان کاریابی یک وظیفه مشخصه بگیری و با تجاربی که تو داری ارتباط بدی. با این ترتیب تو نشان میدی که تو نه تنها درخواست کار در این شرکت دادی بلکه خاص این کار توجه تو را جلب کرده و باعث شده که تو امروز نشستی.